به نام خداوند سلام به بحث کنونی ما خوش آمدید. در این بحث آقای احمدضیا مسعود رئیس جبهه ملی را به خود دارم. آرزو میکنم بحث ما را دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه با ما هستین. تشکر از تشریفتون. به عنوان پرسش نخست در انتخابات پیشروی نامزد هستین شما؟ نامزدی کاندیدا ارتباط به این داره که تمام احزابی که دور یک برنامه ملی جمع شدن آیا در مورد یک کاندید اتفاق آرا وجود می داشته باشه یا نمی داشته باشه. اگر اتفاق آرا وجود داشته باشد درباره یک کسی و هم یک شخصیتی که مورد اعتماد همه اقوام افغانستان بوده باشه و احزاب سیاسی هم در قسمتش رضایت داشته باشه، در اون صورت اگر ما را کاندید بتن حاضر هستیم که به کشور خدمت کنیم. دید در ائتلاف تازه تشکیل شده درباره شما چی است؟ ائتلاف تازه تشکیل شده خوشبختانه بار اول است که همه گروه های سیاسی دور یک برنامه مشترک جمع میشن، یعنی منتقد به یک پلان برنامه دایندای افغانستان هستند که طور بتانن واقعا در کشور تغییرات بسیار زیاد عمیق ساختاری را به وجود بیارن. همه گروه های سیاسی هدفتون از کیها است؟ کسایی که در اتحاد انتخاباتی دوره هم جمع شدن همیا قبلا هم بین خود مشوره‌ای داشتن و در اولی این گپایی که داشتن معتقد به این بودن که ما باید دور یک پلان برنامه جمع آقای مسعود، در ائتلاف تازه تشکیل شده است شما از تمامی گروه های سیاسی را دارین؟ از تمامی گروه ها را در ائتلافتون دارین شما؟ کسایی که در ائتلاف انتخاباتی جمع شدن تقریبا 13-15 حزب سیاسی که بودن همینا همه معتقد به یک برنامه مشترک هستند. در برنامه تون چی مشکلی وجود داشته که از طرف آقای جلالی زلمه خلیزاد، آقای قیوم کرزی با مخالفت روبرو شد و نتونستین اونا را قناعت بدین داخل ائتلاف بیارین؟ مشورای ما با اونا اقدر زیاد دوامدار نبود. متاسفانه اونا در کشور هم نبودن. همین روزهای اخیر اونا تشریف آوردن و مذاکرات که شروع شد تقریبا یک دو روز ما با اونا مشورای داشتیم در خانه جنرال صاحب دوستان و در خانه استاد محقق. اما به این عقیده میخواین بگوین که به خاطر کوتاهی وقت شما نتونستین کوتاهی وقت بله ما برشان گفتیم که ما دروازه به کلی باز است. بعد از مشورای می داشته بودیم چرا مسائل ملی ارتباط داره به اینکه همه شخصیت‌ها و نخبه‌های سیاسی نظرات خود بگوین و به خصوص به اینکه ما طرفدار تغییرات ساختاری در کشور هستیم. چی میخواستن اونا که شما نپذیرفتین؟ وقت کم اونا خودشان گفتن که ما وقت ما کم است و ضرورت به این دارن که دکتر صاحب اشرف غنی پاکستان بودن، گفتن نام بیاین امروز اونا مشورای می داشته باشیم و بعض ملاحظات در قسمت قطعنامه داشتن که ملاحظاتشان هم تقریبا پذیرفته شد و بعد شاید مذاکرات هم امروزشان جریان. چی عجلت در کار بود که شما نتونستین منتظر بونین؟ منتظر دکتر صاحب اشرف غنی ما قبلا تصمیم گرفته بودیم که در تاریخ معین روز پنجشنبه گذشته باید کنفرانس برگزار شود، چرا یک تعداد زیاد هموطنان ما از اطراف افغانستان هم تشریف آورده بودن، قبلا تشریف آورده بودن و برای ما بسیار مشکل بود که بتونیم به تعویق بردیم. خب آقای قیوم کرزی از دادرس حکومت با شما داخل گفتگو شدن یا از یک آدرس مستقل؟ از آدرس مستقل آقای قیوم کرزی در ترکیب خود گروه دکتر صاحب خلیلزاد و دکتر صاحب اشرف غنی مجزا از حکومت. مجزا از حکومت. اونا خودشان میگن که ما پلیسای حکومت هم انتقاد میکنن و میخواین باعث یک سیاستمدار مستقل گپ بزنن. میخواستم دید شما را به عنوان رئیس جبهه ملی در باره آقای زلمه خلیزاد داشته باشم. یقین بر این است که آقای زلمه خلیزاد یک مهره استفاده شده است، دیگه به درد نمیخوره. شما موافق هستین با این دیدگاه؟ اینطور است هیچ کسی ما نمیتونیم بگیم که یک مهره استفاده شده است یا اینکه سر اوضاع کنونی کشور نظریاتشان گپایشان تاثیر نداره. هر برادری که در افغانستان هست و خصوصا نخبه‌های سیاسی ما برای مردم افغانستان بسیار مهم. چگونه میتونه زلمه خلیزاد در انتخابات و اوضاع سیاسی افغانستان تاثیر داشته باشه؟ مشورهایشان خوب است، یک شخصیت جهان دیده هستند و تجارب بسیار کافی دارند در مناسبات بین المللی و در افغانستان تقریبا 12 سال تجربه همین دموکراسی نوپای افغانستان دارند و بسیار مهم است که ما برای شخصیت‌های نخبه‌های خود مشوره‌ای داشته باشیم تا خدا بخواهد که افغانستان قوی اگر به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری اونا کاندید شوند
جبهه شما و ائتلاف شما از اونها حمایت خود کرد؟ او ارتباط به می احزابی داره که در خود اتحاد انتخاباتی گرد هم آمدن. همونطور که پیشتر گفتم ما آرای همه احزاب سیاسی اتفاق آرا میتونه یک کاندید مشخص بسازن. اگر مطالعه کرده باشین دید اعضای ائتلاف تازه را درباره زلمه خلیزاد چگونه دیدگاه دارن؟ تا بال ما در قسمت از اونا به حیث یک کاندید بین هم مشوره نداشتیم. اگر شما کاندید نباشین و آقای زلمه خلیزاد نامزد باشن، شما حاضر هستین که رایتون بهشون به صندوق بریزین؟ ما رای شخصیتونه. با تا بال ما در قسمت تمام موضوعاتی که ما معتقد به اوستیم بعد از 2014 مشوره های تفصیلی همراه دکتر صاحب خلیزاد نداشتیم. مثلا ما می‌خوایم که ساختار پارلمانی در افغانستان به وجود بیاید. ما می‌خوایم که از نظر اداری افغانستان یک اداره غیر متمرکز داشته باشه. ما می‌خوایم که قدرت اداری تفویض شود برای واحدهای اداری در ولایت افغانستان. ولسوالا مثلا شاروالا و والیا از طرف مردم انتخاب شوند. هر وقت که ما در قسمت همه برنامه‌ای که ما داریم با هر سیاستمدار به موافقه رسیدیم، بازو ارتباط میگیره کاندیدی ازی به توافق همه برادرایی که در اونجا است. شما زلمه خلیزاد به عنوان یک شهروند افغانستان میشناسین یا امریکایی؟ اونا افغان هستند، در افغانستان تولد شدن و ما بسیار برادرایی داریم که پاسپورت خارجی دارن و همیال در کابینه. اما سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق و شورای امنیت سازمان ملل متحد افای وظیفه کردن بودن، اما در افغانستان تولد شدن به افغان بودن خود افتخار میکنن و احتمال در پاسپورت خارجی دارن، در جای شک نیست. به معنای اینکه دید شما مثبت است درباره ایشان، درست؟ ما درباره تمام برادرایی که در خارج زندگی میکنن پاسپورت خارجی دارن، در قسمت همه دید ما مثبت است و اینا نخبه های ما هستند و ملت افغانستان به مشورهایشان به گپایشان ضرورت داره. خب میخواستم بدونم که مبنای ائتلاف شما چی است؟ بر کدام مبنا شما؟ ما در یک پلان بسیار منظم گرد هم آمدیم. مثلا ما طرفدار هستیم که تغییرات ساختاری در کشور به وجود بیاید. ساختار ریاستی در افغانستان نتیجه نداد و ما باید ساختار پارلمانی را به وجود بیاریم که زمینه مشارکت سیاسی همه گروه‌های سیاسی اقوام افغانستان بتونه تضمین بکنه، احزاب سیاسی بتونن رشد بکنن، جامعه مدنی بتونه قوی شود و خصوصا جوانان بتونن زیاد نقش پیدا کنند در مسائل سیاسی و این تنها از طریق پارلمان ما میتونه و یک پارلمان محافظه‌کار، یک پارلمانی که از طریق هر کس از طریق اون استعداد ذاتی خود یا به خاطر پول خود میتونه داخل پارلمان شود، مسلماً اون نمیتونه که تصامیم مقتضی بگیره. ما باید واقعا یک پارلمان حزبی در آینده افغانستان داشته باشیم، به خصوصی که در پارلمان آینده افغانستان جوان‌ها را زیاد نقش بدیم که داخل نهادهای سیاسی شوند تا جوان‌ها با افکار جوانی که دارن بتونن تغییرات بسیار قوی در افغانستان به وجود بیارن. برخی از روزنامه‌های غربی از اعضای ائتلاف شما به عنوان زورگویان و جنگسالاران یاد کرده. شما موافق هستین به این مورد؟ اینطور است که تمام برادرایی که در زمان جهاد و مقاومت جنگ کردند کسایی بودند که به خاطر آزادی و استقلال کشور جنگ کردند. اونا جنگسالار به مفهومی که در کشورهای غربی است قطعا نیستند. اونا شخصیت‌های آزادی بخش هستند و واقعا در راه استقلال و آزادی کشور جنگ کردند. در یک قسمت تاریخ افغانستان که گروه‌ها بین هم درگیر شدند، مثلا در هر کشور ایتو درگیری‌ها وجود می‌داشته باشه. اما از این معلوم میشه که هنوز یک نیرو، یک بدیل قابل اعتماد بر غرب اعضای ائتلاف شما نیستن. با توجه به این نکته چقدر فکر میکنین که به قدرت برسین شما؟ بر ما مردم افغانستان اهمیت دارن. ما معتقد برای مردم افغانستان هستیم، معتقد به هستیم که خود قضاوت مردم افغانستان در قسمت سیاستمداران و کسایی که میتونن راه حل برای نجات افغانستان پیش بینی بکنن چی است. هر قدر که ما معتقد به نظریات کشورهای بیرون باشیم و مثال عمده‌اش مثلا حکومت فعلی کرزای صاحب در 2001 آمد و خوشبینی این بود که امریکا پشت سر حکومت فعلی است، اما 12 سال سپری شد، ما تحولات بسیار بزرگ و عمیق در افغانستان ندیدیم. درست؟ به این ترتیب بسیار مهم است که زعامت‌های سیاسی متن توده ها و از بین مردم نشد بکنن با نیازمندی‌هایی که امریکا در برابر دولت صادق نبوده یا ای که دولت افغانستان یا اداره کنونی افغانستان مشکل داشته؟ مش ساختار سیاسی مشکل داشته، قدرت بسیار زیاد متمرکز بود، علاقمندی و وفاداری‌های ملی در سطوح مختلف حکومت بسیار زیاد پایین بود. با عوض اینکه واقعا یا معتقد به رساندن خدمات به کدله‌های وسیع مردم باشن، زیادتر توجه سر خود کردن
و امروز ما می‌بینیم که سیاستمدارایی که از 2001 تا بالا بودن صاحب زندگی‌های بسیار مرفه هستند و مردم طبقه پایین هنوز گرسنه و فقیر باقی ماندن. به این ترتیب اینا نتونستن که یک حکومتداری خوب در افغانستان معرفی بکنن. شما هم به عنوان معاون رئیس جمهور مدت کار کردین و اعضای کنونی ائتلاف شما چهره‌های برجسته حکومت بوده. شما در این همه نابسامانی‌ها خودم مقصر و دخیل می‌دونید که تمامی مشکل وابسته به شخص رئیس جمهور است؟ در یک مرحله ما بودیم، همراهشان بودیم، 2 سال همراهشان تقریبا فکر می‌کردیم که سیاست‌های حکومت سیاست‌های ملی است و واقعا می‌خوایم که در افغانستان یک تحول عمیق در همه عرصه‌های زندگی به وجود بیاید. اما بعد از 2 سال متوجه شدیم که سیاست‌های حکومت سیاست‌های ملی نیست و در راستای منافع مردم افغانستان کارهای صورت نمی‌گیره. به اندازه که 2 سال قبل شما متوجه نکته شدین. بله متأسفانه در وقتی که من سفیر بودم در روسیه، وقتی که آمدم در شروع مثلا من متوجه موضوعات نشدم و بعد از 2 سال من به این معتقد شدم که سیاست‌های حکومت در راستای منافع مردم افغانستان است. به همون خاطر ما جبهه متحد ملی را تحت زعامت استاد شهید ما استاد برهان‌الدین ربانی با وجود آوردیم و اون نمونه مخالفت ما بود علیه خود حکومت. با وجود به نحو شما را حکومت فریب داده بود، میپذیرید؟ خب در اول کلی فکر میکردم، خصوصا رئیس جمهور ما معتقد به این بودیم که یعنی یک شخصیت ملی هستند و میتونن مسائل ملی را حل بسازن و معتقد به تحولات بسیار عمیق در کشور هستند. هم ساختار سیاسی مشکل داشت، خود ساختار ریاستی که در اوج تفکیک قوا در سیستم ریاستی متاسفانه وجود نداشت و هم خود کادر رهبری کسایی بودن که نتونستن واقعا کار بکنن و بعد از اون ما دلسرد شدیم و هر قدر که ما مشوره هم دادیم. حال حکومت از دید شما توانایی پیشبرد همین روند نداره و ای که همین مشکلات حل بکنه و ای که قصدن نخواسته؟ تواناییش ندارن، توانایی را ندارن، تیم وجود نداره. حکومتایی که معتقد به ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک هستند. فکر میکنید تیم فعلی یک تیم پراگنده است و صادق نیست در برابر بسیار زیاد نامتجانس است و تیمی که در حکومتی که در دموکراسی که احزاب سیاسی نقش نداشته باشه، حکومتی که از خود حزب سیاسی نداشته باشه، یک تیم منسجم نداشته باشه، چطور میتونه مشکلات یک کشور بسیار بزرگ حل بسازه؟ همین طرح‌ها را در دوره معاونیتتون هم داشتین؟ ما اولین دفعه که ما آمدم باعث معاون رئیس جمهور امروی رئیس جمهور مسئله را مطرح کردیم که یک حزب سیاسی دولتی باید ما و شما جور بکنیم و شخصیتایی بیاریم که معتقد بینیم یا عقاید و افکار. پاسخ رئیس جمهور چی بود؟ متأسفانه اونا قبول نکردن، گفتن که هنوز جامعه سنتی است و نمیشه و احزاب در تمام کشورها نتیجه منفی داده و در افغانستان هم آقای مسعود، در صورتی که مدت 5 سال این همه خواستای شما برآورده نشد و به نحو گوش شنوا به درخواست شما وجود نشد در حکومت، پس چرا باقی ماندین، کنار نرفتین و استعفا ندادین؟ ما هم کنار رفتن به مصلحت عام مردم افغانستان ندیدیم. از او خاطر ما ساختار اما یک روند کند و به گفته شما ناکام به مصلحت مردم بوده؟ نه خیر، ما همین خود استعفای ما در همون مرحله وقتی که مشوره کردیم همراه برادرایی که بودن استاد برهان‌الدین ربانی و سایر برادرایی که بودن مشوره ندادن، گفتن که اگر اپوزیشن وقتی که جور میشه خود جبهه متحد ملی اگر فعال باشید خود اپوزیشن به حیث معاون رئیس جمهور این سبب میشه که هم حرکت‌های سیاسی صورت بگیره و هم به حیث یک مدافع احزاب سیاسی در خود حکومت میباشی. و این چه نوع سیاست است، هم در حکومت و هم در اپوزیسیون؟ خب بسیار احزاب سیاسی است که هم در حکومت هستند، هم در جامعه مدنی هستند، در بیرون هستند و خود احزاب سیاسی یگانه فلسفه وجودیشان همین است که هر قدر که بتونن در رده‌های مختلف حکومتی نفوذ بکنن به همون اندازه موقعیت و موقف خود حزب سیاسی برجسته می باشه. وقتی که ما در حکومت بودیم و جبهه متحد ملی را جور کردیم، واقعا در طول 2 سالی که ما فعالیت کردیم در جبهه متحد ملی، جبهه متحد ملی تقریبا به یک گروه سیاسی بدیل نسبت به دولت تبدیل شده بود و اگر در انتخابات کدام مشکل پیدا نمیشد جبهه متحد ملی امروز قدرت سیاسی رو در دست داشت. اما به هدفی که جبهه را شما تشکیل کردین به هدفتان نرسیدین و هم پاشید در متاسفانه در افغانستان به شما معلوم که یک کشور اکثریت بسیاری از سیاستمدارای ما طرفدار استراتژی‌های بسیار کوتاه مدت هستند، منافع شخصی خود نسبت به منافع طویل مدت ترجیح میدن و همین مسئله در جبهه متحد ملی به وجود آمد. کیها منافع ملیشون منافع شخصیشون ترجیح دادن که سبب از هم پاشیدگی جبهه شد؟
من در شروع مرحله خود مارشال صاحب فهیم از جبهه متحد ملی فاصله گرفتن و اونا امرای تیم. اونا به فکر منافع شخصیشون بودن؟ اونا بله، قبلا ما نمیفهمیدیم، آگاهی هم نداشتیم. امرای رئیس جمهور به موافقه رسید بودن به ایسی که معاون رئیس جمهور بوده باشن، در حالی که همیشه همراه ما بودن و میگفتن که یک حکومت جدید باید به وجود بیاید. اما ما تقریبا خالی ذهن ماندیم در قسمتشان و اونا که رفتن در جبهه متحد ملی یک پوشیدگی به وجود آمد. خب تنها آقای مارشال فهیم نبوده، جنرال دوستم و استاد محمد محقق هم از رئیس جمهور حمایت کردن در انتخابات قبلی. وقتی که اونا دیدن که مارشال صاحب فهیم رفت همراه کرزی صاحب، باز اینا هم دیدن که در جبهه متحد ملی یک درس به وجود آمد و اینا هم اینطور فهمیدن که جبهه متحد شاید موفق نشه و اینا هم ترجیح دادن که برن امر تیم رئیس. به معنی از که وزن سنگین دیده رفتن. بله همونطور شد. بله. و حال اگر یک تیم قوی در برابر ائتلاف شما وجود بیاد، چی تضمین وجود داره که باز هم آقای محمد محقق و آقای جنرال دوستم امین وزن سنگین دیده شما را ترک نگوین؟ خب حالا ما فکر میکنیم که قوی ترین تیم ماست افغانستان. بله. و همچنان ما به این عقیده هستیم که خود جنرال صاحب عبدالرشید دوستم و استاد محقق همین معتقد به برنامه‌های هستند آینده افغانستان، یعنی مبارزه سیاسیشون آرمانی است و حال معتقد به این هستند که چند چوکی برشان بدن و باز منافع خود در گرفتن چوکی تضمین بکنن. معتقد به هستند که یک برنامه بسیار وسیع یا در افغانستان تطبیق شود که به نفع مردم افغانستان باشه. چوکی نمیتونه که منافع یک قوم یک ملت تضمین بکنه. تطبیق یک برنامه، یک استراتژی میتونه که این تضمین بکنه. میخوام تفاوت اپوزیسیون یا جبهه را که فعلا تشکیل کردن با قبلی مقایسه بکنیم، چی تفاوت وجود داره؟ خب اون وقت تفاوت قسمی بود که عناصر در بین جبهه متحد ملی بودن که مثلا مارشال صاحب فهیم با وجود که یک شخصیت بسیار محترم هستن، اما برای ما نگفتن که اونا معتقد بیستن که برن امرای خود تیم کرزی صاحب، یا نگفتن که معتقد به این برنامه‌هایی که جبهه متحد ملی داره معتقد به این برنامه‌ها نیستن. در یک مرحله اونا از جبهه متحد ملی فاصله گرفتن که همگی در یک کار انجام شده قرار گرفت و هیچ کس باور نمیکرد که حالا فکر نمیکنین چنین زدبندهای شخصی در پشت پرده میان اعضای ائتلاف شما با حکومت و یا با گروه‌های دیگه وجود داشته باشه؟ خب روند جریانات سیاسی را در کشور، خصوصا در کشورهای عقب مانده که در اینجا مسئله منافع گروه‌های مختلف سیاسی قومی مطرح است، هیچ کس تضمین کنه نمیتونه. درست؟ پس شما با کدام امید خود یک اپوزیسیون و یک ائتلاف نیرومند میدونید؟ خب ما اپوزیسیون هستیم، معتقد به آرمان‌های خود هستیم، تا آخرین مرحله مبارزه میکنیم، معتقد به معامله‌گری گپا نیستیم، معتقد به منافع شخصی خود نیستیم. به حیث یک شهروند افغان معتقد به منافع همه ملت شریف افغانستان هستیم. هر کسی که تا آخر مبارزه همراه ما همراهی بکنه او دوست ماست، عزیز ماست، نور چشم ماست و هر کسی که بخواد که از صف خود جدا بکنه دلایل خودش شاید بر ملت افغانستان بگوید. این هدف ما این است که حتما ما به قدرت برسیم. هدف ما است که واقعا در کشور یک تغییری به وجود بیاید که به نفع اکثریت مردم افغانستان بوده. دقیقاً می‌خواستم این پرسش داشته باشم از شما که انگیزه در ائتلاف شما رسیدن به قدرت و گرفتن قدرت است و این که می‌خواید به عنوان یک اپوزیسیون در کنار حکومت و دولت باقی بمانید؟ نه، ما می‌خوایم که در افغانستان تغییرات عمیق ساختاری به وجود بیاید. ما می‌خوایم که زندگی مردم تغییر کنه، ما می‌خوایم که اقتصاد مردم تغییر کنه، ما می‌خوایم که سیستم تعلیم تربیت در افغانستان یک سیستم معیاری به وجود بیاید. ما می‌خوایم که ریفرم‌های عمیق اجتماعی در کشور به وجود بیاید. تا سیستم ساختار سیاسی تغییر بکنه. یعنی ما طرفدار اصلاحات بسیار عمیق در کشور هستیم. ما جواب خدا نگرفتم. شما می‌خواید که قدرت به دست بگیرین یا به عنوان یک اپوزیسیون در کنار دولت باقی بمانید؟ و شما معلوم وقتی که یک حرکت سیاسی می‌خواد که اصلاحات به وجود بیاره، تا وقتی که قدرت در دست نداشته باشه چطور میتونه که اصلاحات به وجود بیاره؟ آیا با ترکیب فعلی که در جبهه و ائتلاف شما وجود داره ممکن است؟ چرا نه؟ تمام گروه‌های مطرح فعلا در ترکیب ائتلاف ما هستند. کسایی هستند که مطرح ترین گروه‌های سیاسی در کشور هستند و همیشه سرنوشت سیاسی کشور اینمی گروه‌ها رقم زدن. مثل که در سال 2009 وقتی جنرال صاحب عبدالرشید دوستم و استاد محمد محقق رفتن امرای کرزی صاحب، انتخابات تقریبا به نفع از او تمام شد و این بار کل گروه‌های مطرح امرای ما هستند. ما یقین دارم که ان شاء الله اگه انتخابات شفاف برگزار شود، همین تیمی که ما تشکیل دادیم یا برنده میشه. خب میخواین که
نامزد و یا کاندیدتون از داخل جبهه داشته باشین و یا از بیرون اگر شما نامزد نباشین؟ هر دو انتخاب فعلا مد نظر داریم. اگر ما در داخل جبهه به یک موافقه رسیده، ما دانستیم یک کاندید معرفی بکنیم که اتفاق آرا در قسمت از او وجود داشته باشه، از داخل جبهه معرفی میکنیم. اگر دیدیم که کدام مشکل است و یک کس دیگه که ملت افغانستان سر دو جمع شه از بیرون جبهه، او هم مورد مطالعه قرار میدیم. ما با این عقیده هستیم که هر چیزی که به نفع مردم افغانستان باشه و هر حرکت سیاسی که کشور از این بحران نجات بده، اینجا مسائل شخصی مطرح نیست، مسائل عام ملت مطرح است. ما امو سمت انتخاب میکنیم. اگر یکی از گروه ها و ائتلاف دیگه تشکیل شوه و می درهایی را که شما میگین داشته باشه، شما میرین امرویش ائتلاف میکنیم و از اونها حمایت میکنیم؟ از استقبال میکنیم، اونا رو دعوت میکنیم که امروی ما جای شوند. چرا ما معتقد به یک برنامه هستیم، پلان هستیم، معتقد به این نیست که یک شخص رئیس جمهور شه. ولو که شما هم در قدرت سهیم نباشین. مسلما کل آرزوی ما است که افغانستان طرف خوبی بره، طرف رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت تامین شود در افغانستان. این نمی مسئله در وجود هر شخصی که وجود داشته باشه و هر شخصی که بتونه این کار بکنه و معتقد به این برنامه‌ای که ما هستیم معتقد باشه، ما از پشتیبانی از او هستیم. بگومگوهای و یا نگرانی های وجود داره که انتخابات برگزار نخواهد شده و لوی جرگه میونه دوره ماموریت رئیس جمهور کرزی تمدید میکنه. این نگرانی هم شما دارین؟ اگه این کارا صورت بگیره، آوازهای در شهر و بازار است که انتخابات صورت نمیگیره و تمدید میشه حکومت، این خودش کشور طرف یک بحران بسیار بزرگ دیگه میبره. خوبترین چیز برای حل بحرانهای سیاسی مثل کشورهای ما این نیست که انتخابات یگانه راه حل است. چرا وقتی که حکومت‌ها در تطبیق پروگرام‌های که برای مردم باید داشته باشن ناکام میمانند، بهترین راهش این نیست که حکومت‌ها باید تغییر بکنن. حتی ما می‌بینیم در دموکراسی بسیار کشورهای مترقی جهان وقتی که حتی سطح بیکاری، درجه بیکاری کم و زیاد میشه، حکومت‌ها استعفا میدن و این که طرف یک بحران بسیار بزرگ نره. در افغانستان این فرمول است. ما باید معتقد به این باشیم و خصوصا رئیس جمهور باید معتقد به این باشه که اینمی حکومت ناکام هر قدر که دوره خود به بهانه‌های مختلف تمدید بکنه، بحران سیاسی و اجتماعی در کشور بسیار زیاد عمیق میشه. با یک انتخابات شفاف و عادلانه چقدر شما باورمند هستین با توجه به موجودیت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات فعلی؟ تمام نهادهای انتخاباتی فعلا تحت کنترل خود حکومت است و حکومت همه شخصیتایی که طرفدارش از این نهادهای انتخاباتی آورده. ما معتقد به این نیستیم که حتما انتخابات شفاف صورت میگیره. ما معتقد به این هستیم که حکومت حتما باز هم مرتکب یک تقلب انتخاباتی میشه، اما در عین زمان گروه انتخاباتی که ما فعلا جور کردیم از احزاب سیاسی مختلف و این عقیده هستیم که مثل سال 2009 دیگه به حکومت اجازه نمیدیم که مرتکب یک تقلب انتخاباتی شود و برای مردم خیانت صورت بگیره و این وظیفه ماست که مانع این کار حکومت شه. همین اجازه ندادنتون به حکومت مبنی بر دخالتشان در کمیسیون چگونه خود بود؟ با کدام شیوه؟ ما اگه کوچکترین نمونه‌ای از تقلب انتخاباتی را ببینیم، درست انتخابات تحریم خواد کردیم، حکومت عدم مشروعیتش اعلان خواد کردیم، او وقتی دیگه مسئولیت ما نیست. هر حالتی که رخ داد مسئولیت مستقیما به دوش خود حکومت خواد. این به نحو تهدید است. شما چی میکنین اگر تقلب شوه و انتخابات برگزار نشه؟ اگر واضح تر بگوین. ما به خاطر تطبیق آرزوهای مردم و به خاطر اینکه آرمانهای سیاسی مردم نادیده گرفته نشه و به اینکه واقعا ما یک حکومت مشروع داشته باشیم و مردم صاحب سرنوشت سیاسی خود شوند، از هر وسیله خصوصا تظاهرات، مبارزات مدنی از یا صرفا نخواهد کردیم و از طریق مبارزات مدنی فشار خواهد آوردیم سر حکومت که به خواستهای مردم تن در بده و به خواستهای مشروع مردم قبول بکنه. با کدام طرح شما میتونین که حمایت مردم جلب بکنه و به دست بیارین؟ ما فضل خدا امیال ده سر تا سر افغانستان در هر جایی که ما بخوایم تظاهرات بسیار وسیع میتونیم سازمان بدیم. اگر در اون مرحله حکومت مرتکب کار خطا شود، ما یقین داریم که در تمام ولایت افغانستان تظاهرات بسیار وسیع ما میتونیم سازمان بدیم و شما معلوم که این حکومت به اندازه ضعیف است که توان قدرت یک هفته تظاهرات مردمی و وسیع در تمام ولایت افغانستان نداره و مجبور میشه که به خواستهای مردم تن در بده. یکی از مورد نیاز گفتگو با مخالفین مسلح دولت است. در حال حاضر روندی که گفته میشه تا حال به ناکامی انجام میده و کوچکترین دستور
دولت هم در این راستا نداشته. اگر شما به قدرت برسین و پیروز شوین، طرح و برنامه‌تان برای گفتگو با مخالفین مسلح دولت چی خواهد بود؟ ما دفعتاً تقاضا میکنیم که بیاین سر میز مذاکره گپ بزنیم و از قرائن اینطور معلوم میشه که گروه های مخالف هم منتظر هستند که حکومت تغییر بکنه، چرا اونا معتقد به این هستند که میگه حکومت فعلی در قسمت وعده هایی که میکنه صادق نیست و ترجیح میدن که امروز اپوزیشن داخل مذاکرات شود. اما ائتلاف شما بیشترین اعضایش در یک جبهه علیه طالبان میجنگید. فکر میکنید با توجه به مخالفت های قبلی بیان به شما گفتگو بکنن؟ اصلا وقتی که یک مشکل بین دو جناح رقیب پیدا میشه، همون دو جناح رقیب باید مشکل خود حل بسازن. حکومت فعلی خود در تمام این گپا نبود، نه در دوران جهاد نه در دوران مقاومت، یعنی در جنگ‌های افغانستان اینا نبودن وقتی که برخوردها صورت گرفت. اما اعضای این جبهات جنگ، جهاد و مقاومت در حکومت نقش گسترده دارن؟ نقش دارن، اما تمام گپ، تمام ابتکارات سیاسی و تمام مراحل مختلف ای که باید گپ زده شود امروی گروه‌های مخالف خود رئیس جمهور است و برادرایش است و تیم مخصوص خودش است. مارشال فهیم در جریان این مذاکرات قطعا نیست. کسای دیگه که از طرف مجاهدین هستند در حکومت قطعا نیستن. من که معاون رئیس جمهور بودم، ارتباطات که مخفی که خود رئیس جمهور امروی طالبان داشت، مرا هیچ نمیگفت که تو ارتباطات وجود داره. به این ترتیب برای حل مشکل افغانستان، به یک امنیت در افغانستان به وجود بیاید، بهترین راهش از نظر ما است که ما امروی طالبان باید بشینیم سر میز مذاکره، مشکلات خود بگوییم، چرا این دو جناح بین خود جنگ کرده بودن و تا وقتی که ما به موافقه نرسیم، یک گروهی که هیچ دخیل نبوده و شرایط افغانستان در اون وقت هیچ برش معلوم نبوده، چی فکر میکنه که تو میتونی مشکل حل بسازه و تداوم جنگ و عدم موافقت حکومت در که به یک موافقه نمیرسن امروی طالبان، این امی موضوع است که طرفای درگیر با هم روبرو نشدن تا بالا. خب شما گفتین که مجاهدین و مارشال فهیم در جریان گفتگو و مصالحه با طالبان قرار نداره. در صورت که در جریان قرار ندارن، علت خاموشیشان در چی است؟ چرا آواز خود بلند نکردن؟ خب این مربوط خودشان است، امروزشان صحبت‌های اگر داشته باشین خوب است. من یقین دارم، همونطور که تجربه خودم میگم، حتما مارشال فهیم و خلیل بینا در جریان این گپا نیستن و قسمی که ما یگان دفعه میشینیم هم صحبت‌های می داشته باشیم، اونا نمیگن که کار مذاکره در کجا پیش رفته، چقدر تانستن موفق بوده باشن و به جز خود رئیس جمهور و کسایی که سرش اعتماد داره هیچ کسی دیگه در جریان این نیست. به این ترتیب حل مشکل امنیتی و حل مشکل طالبان و گروه‌های شورشی بسیار خوب است که همه ملت افغانستان در جریان قرار بگیره، طبقات مختلف جامعه. چرا یک مسئله ملی است، مشکل بین خود رئیس جمهور و طالبان نیست. تا وقتی که ما این مسئله را ملی نسازیم و همه اقشار جامعه را دخیل نسازیم، بخصوص به این که بعد از 2001 تا حالا که 12 سال تیر شده و ما شاهد ظهور یک نسل نو در افغانستان هستیم، شاهدی هستیم که خانم‌های افغانستان فعلا از موقعیت‌های بسیار خوب سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند و در تمام مذاکرات اگر ما حقوق همه اقشار جامعه را مد نظر نگیریم، مسلماً که به نتیجه نمیرسیم. در کنار این همه یک نگرانی دیگه هم وجود داره که اعضای ائتلاف شما در حکومت بعد از حکومت دکتر نجیب با هم درگیر بودن. چی تضمین وجود داره که با گرفتن قدرت اینا باز با هم درگیر نشن؟ خب یک شرایط بخصوص خاصش بود، یک مرحله خاص تاریخی بود. کسایی که آمدن در قدرت، خصوصا مجاهدین، تجربه درست حکومت داری نداشتن و همگی تصورشان این بود که هر منطقه را که بگیرن اونمو شاید موقعیتشان تثبیت بکنه. اما ما معتقد به ایستیم که همه گروه‌های اجتماعی، گروه‌های قومی، احزاب سیاسی باید از طریق نهادهای سیاسی اعمال نفوذ بکنن، یعنی که مبارزه سیاسی باید منظم شه، منسجم شه. ما معتقد باید به یک جامعه سیاسی، به یک جامعه منظم باید بوده باشه و این تا وقتی نمیشه عملی که ما معتقد به یک برنامه مفصل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نبوده باشه. تا وقتی که همه گروه‌های قومی، گروه‌های سیاسی منافع خود در ساختار سیاسی به شکل درست نبینن، مسلماً که تشنج به وجود میاد. اما مشکلات دیگه است که برخی انتقادهایی وجود داره که اعضای ائتلاف شما به نقض حقوق بشر متهم هستند. اگر اینها از طرف کشورهای حامی حقوق بشر مورد تحریم قرار بگیره و شما در قدرت باشین، در روی چی خواهد کردین شما؟ خب اونا جوابای خود دارن، حتما دلایل خود دارن که اونا مثلا ناقض حقوق بشر نبودن، کارایی کردن در راستای منافع کشور بوده و کارایی صورت گرفت به خاطر آزادی و استقلال کشور. هر اتهامی که سرشان بیاید، ما یقین دارم که جوابای خود دارن و تا میاله که 12 سال شد کدام مشکل پیدا نشده
بعد از این من یقین دارم که مشکل پیدا نمیشه. در مورد آقای سیاف میخواستم، شما بحث کردین امروز؟ ما امروز استاد محترم استاد سیاف دو سه دفعه دیدیم. اونا منتقد به این بودن که برای حل مشکل کشور بسیار مهم است که یک اجماع ملی ساخته شود، جور شود، همه نخبه احزاب سیاسی دعوت شوند و در قسمتی که چطور ما میتونیم انتخابات سال 2014 را شاهد یک انتقال سیاسی مسالمت آمیز باشیم طرحهایی داشتن، اما متاسفانه در یک مرحله ما دیدیم که امو گپ صورت نگرفت و اونا در خانه مارشال سیفهیم خواستن که یک تیم انتخاباتی برای خود جور بکنن و این متاسفانه سبب افسردگی و مایوسیت همه گروه‌های سیاسی و نخبه‌های سیاسی افغانستان شد و حالی هم خواهان عزیز هستیم که استاد بزرگوار ما استاد سیاف معتقد بودیم اجندای ملی یا پروگرام ملی خود بوده باشند، با تمام احزاب سیاسی دیگه پروگرام خود مطرح بسازن. ما یقین داریم که با همکاری با همه ما میشه که یک راه حل منطقی پیدا کنیم. خب از خانه شما چنین برمیاد که مخالف نامزد شدن و کاندیداتوری آقای سیاف در انتخابات هستین؟ استاد سیاف برای ما نگفته بود که خود کاندید میکنه و باعث یک ریش سفید که نقش یک رهبر بسیار بزرگ در افغانستان باید بازی بکنه. ما معتقد به همین بودیم، چرا رهبرای بزرگ معمولا کارهایی میکنن که پشت سر یک جریان سیاسی بسیار بزرگ میایستن و برای حل یک مشکل یک موقف بی‌طرف نداشته باشن. اما وقتی خود بزرگای ما بخواین که طرف قضیه هم باشن، مسلماً باز پذیرش مردم، اعتمادی که مردم سرشان داره متاسفانه بازو پایین میاد و توصیه ما، گپ ما برای استاد بزرگوار ما میست که بهترین نقش اونا میتونن به خاطر حل مشکل افغانستان قسمی بازی بکنن که در این رقابت‌های سیاسی به حیث یک شخصیت بزرگ باید بی‌طرف باشد. خب نگرانی دیگه این است که بر سر کاندیداتوری و یا نامزد شدن شما به نتیجه نخواهید رسید و اختلافات گسترده میان شما وجود داره. بین ائتلاف ما؟ بله. نه، ما مراحل بسیار تاریخی را سپری کردیم و تجارب بسیار کلان گرفتیم از دوره‌های پیشتر و این بار همگی معتقد به ایستن که یک پارتی سیاسی، یک گروپ سیاسی بدیل که جای حکومت فعلی را بگیره باید به وجود بیاد، چرا دوامی حکومت خودش بحران‌ها را بسیار عمیق می‌سازه در کشور و ما یقین داریم که همه برادرایی که در ائتلاف ما هستند انعطاف پذیر هستند، منافع ملی را نسبت به منافع شخصی ترجیح میدن و همگی معتقد هستند که ما چطور میتونیم یک روند ملی را پیش ببریم که به نفع کشور باشه. خب و میخوام از شما بشنوم که نقش و تاثیرگذاری و اگر به گونه واضح بگوییم دخالت کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان در انتخابات پیشرو چگونه میبینید؟ خب در این جای شک نیست که کشورهای منطقه شاید فایده داشته باشن، منافع هم دارن و شاید از کاندیدای مشخص پشتیبانی بکنن و شاید مداخلاتی هم داشته باشن به نفع کاندیدای مشخص، اما این هوشیاری و آگاهی خود مردم افغانستان است که به یک تیم ملی، به یک تیمی که وابستگی خارجی نداشته باشه و واقعا از متن توده های مردم برخواسته باشه به امور رای بده. شما از دخالت ایران و پاکستان در انتخابات آینده نگران هستین؟ خب نه تنها کشورهای همسایه ما بلکه کشورهای بیرون هم شاید چشم‌داشت‌هایی داشته باشند، شاید یک تیم بخصوص انتخاباتی منافع خود ببینن. این یک چیز مسلم است. بین کل کشورها چقدر این دخالت‌ها تاثیرگذار خود بود در انتخابات؟ باور من نمیاد. این حالی ارتباط داره به احزاب سیاسی که آینده کشور رقم میزنن، خصوصا ائتلاف انتخاباتی که ما تشکیل کردیم که در متن توده‌های مردم ریشه‌های بسیار عمیق دارن. ما به همین شکل خدا بخواد که ادامه بدیم. ما یقین دارم که مداخله خارجی هم نمیتونه که پیشروی حرکت بگیره. خب یک چیز دیگه که نگرانی وجود داره در داخل ائتلاف و بگومگوهای وجود داره در جامعه ای که پاکستان همواره به خاطر رسیدن قدرت جبهه شمال سنگ‌اندازی کرده و به نحو مانعی رسیدن اینا به قدرت شده. این نگرانی از کجا منشأ میگیره و با کدام طرح میتونین شما این نگرانی پاکستان مرفوع بسازین؟ خب این دلایل تاریخی داره. وقتی که مجاهدین در قدرت بودن، پاکستانی‌ها سیاست‌های غلط داشتن در قبال یک حرکت بسیار مردمی که مجاهدین قدرت سیاسی را گرفتن و فکر میکردن که توسط گروه‌های مزدور میتونن منافع خود در افغانستان تضمین بکنن. همونطور که خود پاکستانی‌ها میگن که اونا مرتکب اشتباهات بسیار بزرگ شدن. اولی که
فکر میکردن که حکمتیار صاحب میتونه منافعشان تضمین بکنه، اما دیدن که یک حرکتی بود در جهت خلاف آرزوهای مردم افغانستان. بازم میگن که ملا عمر میتونست منافعشان تضمین بکنه. بازم گفتن که ما یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی در قسمت مرتکب شده. و حتی رئیس جمهور ما را میگن که اگر موافقه ما نمی بود امریکا اینا را در قدرت نمی رساندن. بازم اینا میگن که ما مرتکب یک اشتباه تاریخی شده. به این ترتیب آرزومند هستیم که پاکستان هم مسائل تاریخی که رخ داده و در مقابل مجاهدین افغانستان گروه مزدور اینا تقویه کردن، پالیسیایشان خدا بخواه که تغییر بکنه و این تو معلوم میشه که پالیسیایشان در حالت تغییر هم است. تا خدا بخواه که حکومت نوی که به وجود میاد با تمام کشورهای همسایه، با جامعه بین‌المللی یک رابطه دوستانه و خوب داشته باشه، مبتنی به منافع متقابل کشور. پس برای موافقه پاکستان در تعیین اشخاص در انتخابات و یا پیروز شدنش در انتخابات تاثیر داره؟ خود یک جای شک نیست که پاکستان به حیث کشوری که سالیان متمادی مهاجرین در کشور خود جای دادن و سیاستمدارای ما در وجود زندگی کردن، به نحوی آنها سر بسیاری از سیاستمدارای ما حتما نفوذ پاکستان تاثیر داره. همه ما میبینیم در پارلمان ما بسیار از وکیل صاحبای ما هستن که طرفدار تامین منافع پاکستان هستند. بعضی احزاب سیاسی را میبینیم که همونطور هستند. اما بسیار مهم است برای پاکستان هم که طرفدار ازی باشه که با یک حکومت ملی رابطه خوب داشته باشه، با یک حکومتی که پشتیبانی اکثریت گروه‌های مختلف اجتماعی افغانستان داشته باشه، تا به اینکه رابطه بین دو کشور به صورت عادی در بیاید و هر دو کشور مبتنی به منافع متقابل خود بتونن روابط بسیار خوب بین خود تامین بکنن. حال پاکستان متهم میشه به اینکه از شورشگری و شورش‌ها در افغانستان حمایت میکنه و پایگاه‌های امن را در اختیار از اونها قرار داده در پاکستان. در صورت پیروزی شما در انتخابات از چی گونه سیاست در قبال پاکستان کار خواهید گرفت؟ ما با پاکستانیان پیشنهاد دیره میکنیم که در قسمتی که طالبان رو وادار بسازن که بیان سر میز مذاکره، به همکاریشان نیازمند خود بودیم و با پاکستانیان میگیم که تقاضای خود بگن که از کشور ما، از ملت ما چی تقاضا دارن، تقاضایی که منافع مشروع دو کشور تامین بکنه، هم منافع ما را در پاکستان و هم منافع پاکستانی‌ها را در خاک ما، تا اینکه بتونیم مشکل ناامنی را در افغانستان حل بسازیم. و امروز ما می‌بینیم که پاکستانی هم از خاطر طالبای پاکستانی متحمل مشکلات خیلی زیاد هستند. هر روز کشته میتن، هر روز مؤسسات ملی‌هایشان از بین میره و برای پاکستان افغانستان بسیار مهم است که یک استراتژی مشترک در قبال مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی باید داشته باشه. سپاسگزارم. بسیار تشکر از حضورتان در بحث. سلام. تشکر. این بود بحث ما با آقای احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی. از اینکه با ما بودین سپاسگزار است.